توی این روزهایی که داریم توی دل بی‌سابقه ترین ترومای جمعی تاریخ معاصر زندگی میکنیم، میبینیم خیلی ها دارن دنبال یک اسم میگردن برای اینکه بتونن اون حس حالشون رو بیان بکنن، در صورتی که ما داریم چیزی رو تجربه میکنیم که خیلی فراتر از یک واژه هستش و اصلا اسمی براش وجود نداره و تنها چیزی که شاید بشه گفت اینه که ما وسط چیزی ایستادیم که میتونیم بهش بگیم یک ترومای جمعی و ترومایی که هنوز تموم نشده، همچنان ادامه داره و داره اتفاق میفته. حالا این ترومای جمعی یعنی چی؟ یعنی وقتی یک جامعه داره به طور همزمان و طولانی مدت با تهدید جانی، با ناامنی و بی‌عدالتی زندگی میکنه و همچنان مسیر یا پایان مشخصی براش وجود نداره و اینجاست که روان انسان شروع میکنه به فرسوده شدن و فروپاشیدن. اگر دقت بکنید میبینید هممون یک حس و حال مشترکی رو داریم تجربه میکنیم. تمرکزمون پایین اومده، حافظمون مختل شده. برای همینه که ذهنمون مدام دنبال چک کردن اخبار میگرده و بعضیامون کاملا بی‌حس شدیم و حتی از این بی‌حسی ممکنه بترسیم. حالا یکی از خطرناکترین موضوعاتی که آدم‌ها اینجا بهش ممکنه فکر بکنن اینه که باید الان آروم باشن یا باید سریع بتونن خودشون رو درست کنن و به زندگی نرمال برگردن. اما توی شرایطی که یک تهدید مداوم وجود داره، انتظار عادی بودن از خودمون یک خشونت روانی نسبت به خودمون. توی این شرایط آروم نبودن نشانه ضعیف بودن نیست. تمام حس‌هایی که دارید اینها کاملا حس‌های طبیعی به این شرایط غیر طبیعی و خطرناک. حتی این حرف‌ها هم قرار نیست الان از درد شما کم بکنه یا چیزی رو جبران بکنه. کارش فقط اینه که کمک بکنه ما کمتر خودمون رو سرزنش بکنیم و فکر نکنیم که اگر واکنش‌های عجیب غریبی داریم حتما ما مشکل پیدا کردیم. نه. اگر این روزها فقط دووم آوردید و فقط نفس کشیدید، بسیار کار بزرگی کردید و اصلاً کار کمی نیست.